خب بله محمد جان سلام کن به بچه‌ها. دوباره سلام بچه‌ها ویدیو جدید مضمون موتور رو باز کردیم. فردای اون روز به قول محمد داره از بالا میریم این بار. یه ست سری اول از جلو رفتیم تو دلش. امروز فردای اون روزه. یه ست دیروز هم اون روزی که داره میگه از بغل رفتیم تو. خیلی گرمه جهنمه. از دیروز هوا جهنمی شده. داره باز میکنه برسیم پایین. الان محمد باید برسیم کجا؟ الان چی شد؟ یه توضیح مختصرا بده. بچه‌ها ما تصمیم تایم در از پاره نکرده بودیم، تایم رد کرده بودیم. پیچ قاب تایم رفته بود لای تصمیم، تایم رد کرده بودیم. 206 هم TU5 اینجوریه که کوچکترین خرابی توی تصمیم تایم و تایم ماشین به وجود بیاد سوپاپ کج می‌کنه. ما حالا دیروز روی این امید بودیم که مثلا یه دونه سوپاپمون کج شده باشه، یه نصف سوپاپ کج شده باشه، روشن شه ماشین 3 کار کنه بیاریمش تا اینجا. ولی متاسفانه نرسیدیم به اون مرحله کامل، انگار یه طرف کج کرده یا حتی دو طرف. آره الان داریم باز می‌کنیم. موتور رو باز چی می‌کنیم، شده؟ سرسیلند رو داریم باز می‌کنیم بدیم برای تراشکاری. باز کنیم ببینیم چی شده، به کجا رسیدیم. به توش تمیزه محمد. خب بریم یه ذره باز کنیم بعد دوباره شروع کنیم فیلم گرفتن. بازی اینجوریه که ما از آقا رامی خواهش کردیم به اون نیرو کمکی یه ذره سرعت کار ما رو ببره بالا. باگی داشت. میخوام لاش نندازم. نکن آقا نمیخوام آی مال تو. بچه استکان تایپیت استکان تایپیت بچه صبح ساعت 8 اونجا سنبه‌ای که من درست کردم کجایی؟ محمد این سنبه نی این به کار میاد. یه دقیقه منشه کنه میزنی؟ یه ماژین گرفته دستش همه داره یه ماژین میزنم یه ماژین زنم. هر کی درگیر یه چیزه. محمد درگیر داستان خودشه، رامین داره کمک میکنه، یوسف درگیر صفحه کلاژشه، خود منم خود منم اطلاق ماشینم الان اون وره، اون بچه کوش اینجا، اونو باید بیارم تصمه‌شو باز کنم. منم روغن ریزی عجیب دارم. آی بعدی منم. الان این تمیز حساب میشه کثیف؟ جز موتورهای تمیز حساب میشه کثیف؟ رامین آب با که ریخت دستم داشتم میگفتم تمیزه این. به به همه چیش باز شده. وای آره بپاش تو صورتم. پاش تو سینه ها. یعنی یه بسته بس خریده هر چی رسیده زده ها. محمد جان یه رخ بده. سوپاپای دو ببین هیچ کدوم سر جاش نشسته، ببینی همه کجم. تراشکاری هم با هم میریم. خب آقا داستان از این قراره که با بره تراشکاری سوپاپاش باز شه، سوپاپا عوض شه. وضعیت موتور چه وضعیت بدیه موتور. این فرشا بگیر سنگ فلز داری بسته میشه سر سنگ فلز تمیز کن. باش مونه که بینه چی روغنش مدد بستنی هم واشه رو برمیداری با اسپری رنگ میزنی میذاری روش میبری. آقا نظر تخصصی کدوم الان به چخ رفته؟ لباس کارش هم بسته کمر. اینم یه ذره هست اینم هست اینجا 9 تا بابا رو کلا باید عوض کنم. محمد تا اینجا 9 تا شمردیم سوپاپ. 9 تا سوپاپ خراب. آره تا اینجا شمردیم. چرا این شکلی شده روی سوپاپا؟ چرا رو سوپ بسته؟ مدت زیاد الان سوپاپا که کج شده ایناست؟ اینا سالمه آره؟ نه همشون پایینیا الان فیته. کامل فیت باید باشه. اینم از منیفولد و ماشین رو بریم بدیم برسم. محمد جان کجا داری میری؟ کلا تراشکاری. بچه رو نگه داشتم نیفته. گفتی اگه بچه لش دیرتر بدم چی میشه؟ شرم. بودا! الان یه سطحیه که روش روغن جمع شده. حالا دیگه خودت میدونی.
خودت میدونی و ماشینه. شدید نکن ولی سریع برو. آروم سرعتمو زیاد میکنم. آره آرومم باید کم کنم. دست اندازا محکم بپری باشه تو صورتم. آقا سلام هستی. بذار استکانی ها رو همونجا که در میاری بذار. آره با تمام ماشین سوپاپا که عوض میشه ولی استکانی ها رو دستکاری فرمون چیزه بعد این هر کدومش کاسه عوض کنم بگیرم یعنی عوض بوتیاره بیار الان میرم خوردش کنی خودت نه من دستم درد میگیره این نگاه کن نگاه کن نگاه کن ای نگاه کن بزن در بیار. میزنی همه رو میدونم اینو اینجا میکنی رفته بده بهش داشتی بده بهش. بیا کمک کن بیا کمک کن. میزنه برای بذار کار داره بچه این تراشکاره ما رو راه کنید وقتی رسید تراشکار باشه فکر کن داری گردو میشکنی. آره صدا گردو هم میده دقیقا. این مقصود مغز گردو در اون. هنر داره جاست که گردو چرا همه شکستم. روغن ماشین تو به موقع عوض گردو شکستم. خوب زور نمیزنی محمد. از ته دل نمیزنی. بود نشکنم محمد. آها گردو شکستم. یه استکانی بگاه آروم این توش فنره تو اینا همجوری میده. این کوچیکاش هم یه فنره. آره حواست باشه. حواست باشه تم. بیرون نیافت آره بیرون که نه. قاطی میشه نه بیرون نه. 93 ببین 93 زیاد اینجا استادیو راکو متاله. درسته بچه‌ها سوپاپ فرانسه بشین سبزی پاک کن حالا باش. گفتی فرانسه بیا خیلی گرونه که ما اگه فرانسه دستی الان واسه پیدا میکنم بیا. چنده دستی؟ پیدا کن بگو دستی چنده من واسه پیدا کنم تو الان مگه میدونی کدوم سوپر من نه دیگه بخاطر همین گفتم اونایی که فرانسویه محمد اگه بیرون دستی 3 فرانسوی دستی 50 اینو الان بگم تو باید وقت بذاری بیا دیگه خب آه آدم اومد آفرین فرانسه بچه اینجاش اینجوری دونبولک داره کجاش چی داره؟ اینجاش یه دونه اینجوری دونبولک داره این معمولی هاش این شکلیه این ساده ها کفش صافه فرانسوی ها یه قلمبگی رو کفش داره محمد جان نتیجه چی شد؟ نداشت خود این فکر کنم مثلا یه دست آب فرانسوی بوده با همشون قاطی شد یه دست من سری پیش خودم 3-4 تاشو برداشت آقا ما اینجا کجاست؟ بعد این با وسیله‌های ماشین رو بگیریم و برای این دیسک صفحه بگیریم بریم به بمبئی خوش آمدیم. کفش و شورت آهنی پوشیدین؟ بمبئی. این لیموناده رو میبینی؟ اون یه دونه مال منه. ببینم ناکن من میشنم روی ولی اینا تو پولم دارم اگه به خودت دوست داشته باشی نه من میتونی مرتاز هندی هم وایسا چهره‌تو ببینم. اینجوری کن آجی بشکنه میره اینجوری کن چهره‌ت اوکیه. آره ماساژ میده میبینم که خریدارو کردین و آیی بزن برامون از این ساندویچ ها.
اون ویتامینش بود اونم بذار. آره گرفتم. تقصیر این سینای دیگه. بابا تقصیر مخاطباست به من چه؟ من حواسم نبود بست. همکاری. اون مال منه ها. آی اون یکی هم بگی خب اون مشکیه هم بگیر باز کن. آقا ما میریم بخوریم. این قسمتش خسته شد گشنمونه. حساب یه چیزی گفتم قرص این چیزا رو. قرص دنگل آلمانی گرفتم برای قربان. بعد اگه بشه 2 تا بخور. نسبت وزنی رعایت شه. خب چی شد آقا خریدیم بریم ماشینو یه خاکی تو سرش کنیم. بذار میخوای تو چیز؟ زیر پایی. ما الان میرسیم جمع کنیم. رضا به نظرت هست؟ اگه زود برسیم به تراشکاری چیزو جمع کنه، سرسیلندمون رو جمع کنه، ما هم جمع ولی بکنم تا آخر شب آره جمع بشه. جمع شه با ماشین نمونه دوباره بیرون سیتن. بچه‌ها تو بمبئی داریم سعی خودمون رو میکنیم که بریم. برق بگیر. بچه‌ها جهنم شد هوایو، طوفان شد، بارون، گرد و خاک، درخت معلومه. یه رد و برق خفن بیفته تو فیلم که واه صداش شنیدی؟ یه سری صداها برگ چیز میذاره درختاست میخوره تو ماشین صدا میده ها. بارونه میاد. بارون میاد. بارونه؟ آره بده پایین شیشه رو. اوه حاجی این وانته داشت چپ میشد انقدر بد بود. از کنارش برو. فرار کنی. یا وای پشمام. آقا اومدیم تراشگاه یه دقیقه بسته بود ولی داره به خاطر رو باز میکنه وسایلو بگیره فردا صبح تراششو بزن اون کاراشو بکنه بعدش آره دقیقا همونو دارم میگیرم. منو از اون برای شهر کشوندی و آوردی من الان دارم میدم بالا اینو بدارم تو. میبینی کاراتو؟ خب اینا رو ببری استقانیاشو؟ آقا شکار روزی استقانیات تموم شده است همه چیز اینم فرشاشو دادم کاراشو انجام دادم. یه روز دیگه میشینم تو خیابونه. خیلی ناراحتی یکم ابراز همدردی کنم. آقا تا فردا فدا شد. خداحافظ. به به ما تحویل گرفتیم بچه رو. آخ چقدر تمیز شده. احمد بردیش همون بچه رو تحویل گرفتی؟ آره سرسیلندشو گرفتیم. بعد زیرش هم بچه باز کردیم چون سرسیلنده خیلی جر داشت. گفتیم زیرش رو باز کنیم چجوریه؟ اوکیه زیرش تقریبا فقط کارتل و اویل پمپش هم میدم بشوره سرویس کنه دوباره جمعش میکنیم از پایین پاک میکنیم. اینجا میایم اوه نیافتیم. خب دیشب اینجا رو هم تمیز کرد. نگاه کن این وضعیت. زیرش هم محمد دیدم یه چیزایی باز کردی. آره باز کردی. به نظرت امروز جمع میشه؟ اگه تراشکارم یاری کنه جمع میشه. محمد اون زیر چیکار میکنی؟ محمد شما گرفتی از رضا؟ الان بچه آره سرسیلندشو گرفتیم فقط این زیرش هم بچه چون سرسیلنده یه خورده یه ذره جرم داشت توش اونو که دادیم نو کرد. آره گرفتم اولش چیز شدم گفتم بذار زیرش هم باز کنم یه تمیز بکنیم. دارم زیرش هم باز میکنم بدیم اویل پمپ و لوازمای زیر موتور هم بشوره ولی خب سالمه همه چیش. من خواستم عوضش کنم حتی در این حد ولی خب همه چیش سالمه اوکیه. فقط بدیم بشوره تمیزش کنه اون جرمه از بین بره و جمعش کنیم. دارم الان اویل پمپشو باز میکنم. ایوه اینم روی بازی همه چیش باز شد ولی تمیز جمع میشه. بریم فکر کنم دوباره بریم تراشکاری صحنه بعد. ما تمام حالی بذار بیاد نمیدونم چیکار کنم.
وضعیت تمام کارته 600 در آی نمیدونم یه ذره آشغال تشبیه گفتیم نمیدونم ما استاد دلی کار میکنم. قطعه نو او سبات خریدی براش رو؟ نه آسمن نیست. نه. آه داغه داره. حالا چیز جذابی باشه براتون یا نه، ولی مراحلش این سبکیه که میذارن تو دستگاه میشورن، بعد یه ست آب میگیرن، دوباره اگه نیاز باشه جرم داشته باشه میذارن تو دستگاه میشورن. ولی رضا دیده داری فیلم میگیری قشنگ همه کارا رو داره میندازه دست خودت ها محمد. آره دهن منو سرویس کرد. خراشکاری هم دارم میکنم. ما به خاطر این دوتا آمده بودیم و این همه کار کرد. نه درای روی میلسوپاپه. خیلی بیا. آخه رضا ناراحته. یک دو سه چهارمیش کو محمد این سیلندر رو چیکار کردی؟ چهارمیش نیست 3 تا سیلندر. گفتم بذار اینا رو هم در بیاریم، رینگاش رو عوض کن. بچه‌ها ببینید 206 های TU5 و JP4 3 تا رینگ میخوره. حالا یه سری از رینگ‌ها، این رینگی که ما گرفتیم خفن ترین رینگیه که الان تو بازارمون پیدا میشه، رینگ ماهله است. اینا خودش علامتاشو زده. ببین مثلا گفته این رینگ کمپرس بالا، این رینگ کمپرس دومیه، این هم رینگ روغن اوله. خب ولی حالا اگه یه موقع مثلا این علامت‌ها رو نداشت حواستون باشه این پایینیه، این رینگ روغنیه میخوره بهش. بیا رینگایی که باز کردی بیا یه دونه اینجوری فنر داخلشه. خب فنره میفته تقریبا داخل یه دونه رینگ دیگه این شکلی، این میره داخل این. به این میگن رینگ روغن، رینگی که اینجوری فنر توشه، رینگ روغن میخوره تو این اولیه پایین پایینیه، از پایین اولی. بعد رینگ بعدیتون میشه رینگ کمپرس روغنتون. ببین یکیشون هست که اینجوری لبه داره، نمیدونم حالا توی فیلم معلومه یا نه، یه لبه اینجا داره، خیلی واقعا یه لبه اینجا داره. خب این گوشش یه لبه داره، دومی وسطی لبه داره میخوره، لبش هم باید رو به پایین باشه. اولی هم یه دونه کمپرس صافه که میشه این دیگه کاملا سطحش صافه، این میخوره تو این اولیه. حالا بریم جا بزنیم باز مراحلش هم باید خیلی با آرامش یکی یکی بیاریدش پایین. آره بشکنه بچه‌ها، یه دست رینگتون نابود میشه. دوباره یه دست رینگ کامل بگیرید. اما باید در مورد هزینه‌ای که تا الان کردی یه صحبتی با هم بکنیم. نه؟ آراش حرف نزنیم. یه حدود بگیم ببینیم چی شده. من خودم همه کاراشو کردم تا الان نزدیک 15-20 تومن خرج. دیگه یه ست ولی خب همه لوازم‌ها رو بچه‌ها درجه 1 و اورجینال گرفتم دیگه. نرفتم لوازمایی که مثلا تو لوازم یدکی و تو بازار هستش بگیرم. همه رو رفتم اورجینال درجه 1 پیدا کردم. الان اینو اگه می‌خواستی بدی دست کسی دیگه انجام بده، چقدر این قضیه یه دونه پیچ چقدر خسارت میندازه رو گردن یه نفر؟ T5 داره 15 تا 20 میلیون. 15 که مثبت 15 میلیون تا 20 میلیون. حداقل 15 چون شما اونجا بالاخره یدکش باید ببرتت یه جایی، اون یه جایی بریزه پایین تا جمع شه. بچه‌ها ببینید رینگ روغن اونو جا زدیم، فنر داخلشه، رینگ کمپرس دوم. ببینید این لبه ها رو میگفتم تو یکی قشنگ مشخصه، یه لبه اینجا داره، ببینید اون باید رو به پایین باشه. رو خودش هم دقت کنید نوشته ام تاپ یعنی رو به بالا، یعنی این سطحش رو به بالا باشه. ببینید بعد این لبهه که این زیره میفته پایین، این یکی هم باز امش رو به بالا. بعد برای جا زدن رینگ بچه‌ها ببینید یه طرفشو میدید تو اینجوری نگه می‌دارید، این رو یه ذره بازش کنید خودش قشنگ میره داخل. اینو میکنید جا، این یکی هم میاریدش پایین، تموم شد. این رینگای این بریم 4 تا دیگه هم انجام بدیم بعد یه نهاییشو نشونتون بدم.
پیوم. بله ترکمت رو در نظر داریم، تاپ طول جذاب. احمد جان ترکمت دست شما. زیر محمد. آها دیده نمیشه از اینجا، ولی داره اون زیر رو صفر میکنه دیگه. نمیتونم چجوری نشونتون بدم. محمد پا شد اومدم این زیر رو اینم میشه گرفت. چی؟ ایناش دیده شد. این زیر رو داشت ترک میکشید، ترکمت میکشید. آره از زیر صفر شروع میکرد که بشینه سر جا و تمام. تراشکاری آقا رضا عصبی. بریم الان دوباره شاکیشه. سلام آقا رضا. سلام آقا رضا. محمد ببین چی شد، چی بود، چی شد. آره منم قبلش هم گرفتیم. توشو بیا. قطعه نو شد نشون. خیلی جذاب شد دیگه. قطع کنیم بریم واسه مغازه. ویو. خب ما اومدیم مغازه. محمد اولی پمپ بشه ببنده. منم پمپمو عوض کردم، دوستش ندارم. این آرمو نها کنید. تو سری چی سازمند صنعت چیه؟ حمایت از تولید ملی. آره حالا فعلا میبندیمش چون دسترسی ندارم به قطعه اورجینالش، بعدا میگیرم عوض. منم برم اونو تمیزش کنم، چسبکاریش کنیم، از زیر ببندیم که دیگه زیر کاری نداشته باشیم، بیافتیم روی موتور. محمد از خط نزن بیرون. تو بچگی بودی؟ نقاشی رنگ میکردی. رنگ آموزیه فکر کن. دقت محمد. خب نوبت رسید به بچه. چه چیزی گرفته آقا محمد. وی بنداز تصمه رو داشت چیزو تصمه رو بگم. چه واشر جذابیه محمد. درسته؟ به نظر آره. یعنی که نمیشه همین وریه. آره چون این که با هم مچه، اون مچه. پیناش رفته سر جا. همینه. اونم که تاپ میرورشه همین باید رو بالا باشه. حله. بیا بچه رو. ماهی با امیدت. اینم برداشتی عوض کردیم. ترموستاتش هم اورجینال فرانسه انداخت. متفاوته با ترموستات. یعنی ترموستات قدیمیشو نشون میدم. وسیله‌هایی که سر راهمون بود و همه رو اورجینال فرانسه کردیم دیگه. بعد جالب اینجاست که دوستان مکانیک عزیز دورشون بگردم. لا اله الا الله. میخوام چی نگم. بیا ببین ترموستاتش این توشه. برمیدارن همه چی رو واز میکنن دیگه. نمیرن ماشینی که فرانسوی قطعه فرانسوی بندازن روش. میگه برو سر کوچه از بوزاقا انو بخر بیا. محمد عصبیه. این ماشین به قرآن باید قطعه خودش رو روش بندازی. اون ماشین باید قطعه خودش رو بندازی. اون قطعه خودش رو بندازی. هر چی تو سوپرمارکت میفروشن نباید بگیری بندازی رو ماشین. دوست عزیز برادر. طولانی میشه. من قطع میکنم ببندیم، بعد مرحله بعدی دیگه میاد روی. الان سوپاپاش بسته شده. چیا مونده یه توضیح بده تا اینجا. سوپاپا بندی شده، بسته شده سر جاش. واشر سرسیلند رو بستیم، سرسیلند رو جا انداختیم. الان باید استکانی‌هاش رو روشون جا بزنیم، تنظیمشون کنیم، روغنکاریشو بکنیم، میل سوپاپا رو بزنیم جا، قابای رو میل سوپاپا ببندیم، بعد بریم کنار دورچین سرسیلند. سراغ دورچین سرسیلند. آره نگاش میکنیم 4-5. البته یه چیزی هم مونده. چی؟ منیفولد هوامون رو باید به جا بزنیم، بعداً سرسیلند رو ببندیم. آفرین. ببینم این میرسه بهش یا نه. اینو الان اوکی کردیم. منیفولد هوامون رو باید روش جا بزنیم، بعد ببندیم، بقیه کاراشو خب آقا منیفولد بسته شد. این رو اومد. داره استکانی‌ها رو محمد جا میزنه. همون گردو شکستنه بود. بله. بعد هدرزم بعد میبستیم چون گیر بود. وسط رو خیلی هم اذیتمون کرد دیگه. انقدر درگیر بودیم نداشتیم دست سوم کسی فیلم بگیره. و الان استکانی‌ها رو بزنیم، میریم سراغ میل سوپاپا و
تقریبا میشه گفت داریم به تهش میرسیم. من الان بکنم رو 70% قضیه ایم، 30% پایانیش مونده. این 70% باشه دوباره خواست تورک بکشه اینا رو، اینجا رو فیلم میگیرم واسهتون. آقا محمد مرحله دوست داشتم استیج 1 رو بکنم روش ولی ماشین اتومات. انشالله ماشین بعدی. دود یا هوا؟ وی به دنبال دود و هوا میگشت. کدام دود است کدام هوا؟ از این هوا به اون هوا با هم میشیم سر به هوا. ما موری چی کار داری میکنی؟ همچه خوش خوش باید جوازه محمد اینو یا اینم میچربیش؟ پناهگاه رو از روش تمیز کنم. محمد داره میل میماله. محمد داره میل میمالی. محمد میل مال. چیکیل 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 چیل. تقدیم با عشق. اینو کاسه نمده؟ نه. رفتم تو موزیک بود اینا رو دیدم اینا رو بردم. کجا؟ تو اون کیسه پشته. قطع کنم. آره قطع کنم برم پیداشون کنم بیارم. کوشی این یکیش هم اینجا. بچه این کاسه نمده ها، این تو این بسته بندی نامناسبه. سلام محمد، این کاسه نمده که تو این بسته بندی نامناسب مستهجنه رو میخوای بندازی یا اون کاسه نمده که تو اون یکیه؟ کدومو میخوای؟ من فرق واسم نمیگم، من همون چیزا رو میندازم. دارم من یه دونه دیگه گرفتم، یه دونه خود گرفتی، یه دونه من گرفتم. من اونو میندازم. اگه تو میخوای اینو بندازی همینو بنداز. امتحان کن ببین چجوریه. عوض کردنش میشه سخت. چی میری تو اصلا موزیک خرابه. اوه محمد من ساده میتونم این کارو بکنم بدون اینکه میرسی بابا اینا باز شه؟ دیگه تا همین مرحله باید بیای. من فکر می‌کردم بالا نیاز نیست باز شه دیگه. سلام عمو. سلام تمساح کوچک، چطوری؟ آقا قبول نیست، من گفته بودی اینا باز نمیشه. از همینجا در نمیاد. من میخوام، من واقعا اطلاعی ندارم. البته تا این مرحله یه دونه اون پوسته روشه دیگه. اوه نه اینم هست. اینو باید باز کنم، پوسته روشو باز کنیم که به اونجا برسیم. آی
رسیدیم به این حالت که پولیا رو بستیم، اون قاب رو بست، همه رو بست دیگه، داریم مراحل آخر سر میرسیم دیگه. الان تایمش هم بگیریم، بعد از تایم میمونه دورچینشو، بعدم استارت. شاید هم یه مرحله این وسط یادم رفته باشه گفته باشم، ولی تا جایی که یادمه این ریختیه. اما چه حسی داره تا این ساعت از شب؟ باشه خب حالا هم حس خوبی دارم هم حس خوبی ندارم. حس خوبی دارم چون موتور نو رو خودم جمع کردم اونجوری که دوست داشتم. حس خوبی ندارم چون خیلی طول کشید، نبودم و طول کشید. اذیت شدم سر لوازم اذیت شدم، سر تراشکار اذیت شدم. ولی بازم خوب رفتیم شما جلو. لذت برده باشید ازش، به دردتون خورده باشه. آره بچه‌ها اگه حال کردین به دوستاتون معرفی کنین، ما رو لایک و سابسکرایب بکنید. کاری که خوب داشتم بدم درست کنم، ولی گفتم بذار یه تولید محتوایی بکنیم. شما آره با مزه میشه، خودمون درست کردیم. من بیشتر دوست دارم محمد تا اینکه میدادیم جایی. اصلا خدای رامی میومد هی میگفت چی کار داریم بابا، داریم عشق میکنیم باشه، داریم بالا پایین میکنیم، ریزی خودمون جمع میکنیم، حالش بیشتره. تصمیمش هم باید کمک کنم محمد دیگه، نمیشه تنهایی نمیشه. یه ذره هم زودتر بریم جلوتر، یه ذره شاید فیلم‌ها کمتر شه، بریم ببینیم چی میشه. ما برگرد. اگه براتون سوال چجوری تایم میشه ماشین، برو خوبه برگرد. با یه سوراخ وسط این باید نگهش داری. بذار یه لحظه من ببینم از کجا تا کجا میره. یعنی رفت اون ورگیر که این که من اینو میارم وسط، یعنی میشه گفت وسط اونجایی که بود. آره این ماشین منه داره. بچه‌ها واسه تایم خط رو خط، خط رو خط میپیچیم پایین. پایینم یه دونه چیز داره، پایینم میاد رو خطش، اون فولی پایین میچرخه میاد بالا، میاد رو ساعت. این واسه ساعت چف شد. این پینی که قبلا گیر داده بودیم رو میکشیم، رایی کشیدیم صفر شده، اینو باید سفتش کنیم، بعد میچرخونیم ساعتش میکنیم رو درجهش که تصمیم تایممون کامل کیپ بشه. وی با یه تقویتی 206 کوچولوه. بچه ها واقعا باورم نمیشه داره تموم میشه. باور انقدر بچه‌ها یا آچار 17 هم میدید؟ آچار 17 بدین آقا محمد. ولی نه الان استارت بزنی روشن نشه. حال میکنی قشنگ. مثلا ایراد یه چیز دیگه بوده، ما موتور وا کردیم. سوکت یه دونه سوکت شل بوده. فکر نکنم این بود، من اون سوپاپا رو دیدم که عجب بود. سیستم بازا نگاه کنید، سیستم بازا چی؟ یه بار دیگه هم چک کن. آره روغن نداره ماشین، آب نداره. آفرین ببین میگم یه بار دیگه چک کن. میگم یه چیزی یادم رفته. الان روشن که دوباره بعد از اول ما میکردیم. اول یه آب فیلترم وایسا، فیلترم باید عوض کنم. فیلترش هم عوض کردین؟ عوض نکردین؟ نه گرفتی؟ فکر کنم دارم. تو زحمت بکش بازش کن با بوکس. گفتی بوکسی چند میخوره؟ فکر کنم بزرگ، خیلی بزرگ. یه بار دیگه بیار 23 رو. یه بار دیگه میزنی. با دقت تر نمیخوره. خیلی تنگ تر از این. آخه خیلی بزرگه 23 نگاه. اینقدر. ولی اون اینقدر. باشه من انقدر 206 دوست دارم، فیلترشو کارتونی خریدم. بیا اینم روغنش هم کارتونی خریدم. اسپیدی پلاتینیوم فول سنتتیک. البته برای الان که تعمیر موتور اوله کاسرول داریم میریزیم توش.
ما 23 نخورد بهش راستیو. بازش نکردی؟ نه 23 کوچیک بود. یه دونه بوکس این از 23 کوچیک تره. نه یه ذره داره سوسول بازه میاره. این چند داداش این خیلی بزرگ 27 27 یه ذره بزرگتر. داداش من الان یه انگوش گذاشتمش ولی خیلی کوچیک‌تر از این حرفاست. نه خب یهو 27 یهو 32 معلومه که خیلی فرقش. همون 27 رو بیار فکر کنم بخور. بالاخره خورد. یه زنم بیا اینا رو هم ببر بزن. اینه قهوه است می‌خوریم؟ انگار میخواید چیز درست کنید، مشعل درست کنید. فندک بزنی مشعلی میشیم. بذار ببینیم میشه. تو چه محمد دو دیدیم سری. محل نیست که 7 طرقه است. پیست. نمیخوای بذار پیش باشی. ایول. خب ترفندو این استوری این جواب میدیم. فکر نکنم خیلی تایم مناسب باشه برای تست کردنش الان آخرش بریم. داشت قراره چه اتفاقی بیفته مگه؟ اسکول. اوه چه جالب. من روغن داره میریزم. زهر ما رو چه جالب. ریخو بده. بدون قیف داشت خوب پیش میرفت. آره تا همون کلمه واه چه جالب. همونجا بود که نگاه. قیف داریم فکر کنم. داری؟ آخ چقدر خوب اگه قیف داشته باشی. بیا سینکه. نذاشتن ترفندای این استایی استفاده کنم. آقا محمد یه قیف ساخت. فانتا بوده. داشتم ترفندان استفاده کنم. این ور آب اون ور روغن. من 10 میلیون بهت میدم ولی نه اون یادگاری بود. من آره داداش اون یادگاری بود. چرا آقا اینا تکسه. دست سینا چقدر جذابه. به چه مرحله رسیدیم؟ بگیر الان دیگه مرحله استارته. و میخوای یه ذره فاصله نتک تو صورتمون. آره اینه پشت کیلومتر 2 تا تک بزن. سوکتو نمیخواستی بکش سوکت پام بنزینو؟ ولی استارت بزن نمیزنه دیگه. برق نداره. همه چی هم چراغ روشن کن. چراغ روشن کن. ولی آها چراغ روشن کن. داداش روشن شد من کور شدم. نخواستم باتری داره یا نه؟ آره داره. اینم پروسه 206 آرسیمونه سفارش محصول فرانسه. کاربرا رو جمع کردیم اونجا بچه‌ها خوب کار نمی‌کنن. خط فرانسه خط تولید فرانسه اوردن مجموعه مجموعه تیم تیونی یه ذره معلوم نی. کارش با باد سینا اون رو بگیر سینا. احیاء دوستان احیاء عمل قلب باز داریم. شوک اونو بگیر. ولی فکر کنم اوکیه چون این استارتری که زد محمد بذار یه ذره باتی جون بگیره. راست میگه ولی اوکیه. احیا برو باتی جون ندارن. چراغا رو خاموش کن محمد. سینا مریض رو داریم از دست میدیم. احیای سوم تقریبا موفقه. روشن شد. یه دسته نور میتونی بندازی محمد جان بجن که کنی؟ نگاه چقدر معلومه؟ نه تو دوربین معلوم نبود.
براش داره معلوم میشه. تقریبا انقدر تو آسفالت رفته بود تو. انقدر گرم بود امروز. بالاخره رسید به زمین. سینا سری باش، سری تر. محمد میبینم که ماشینت روشنه. بچه ببخشید من این خورده کبی کثیف رو به هم ریختم دیگه. یه خورده این ماشین اذیتمون کرده. 2 روزه داریم روش کار میکنیم. البته 2 روزه به خاطر یه سری لوازم و تراش تایم و آره دیگه همه چی تایمی بود. جمع میشد. این کارش اونجوری نبود که 2 روز طول بکشه. موتورش هم کامل تعمیر کردیم، یعنی تا رینگ و پیستوناشو تعویض کردیم، اویل پمپشو باز کردیم، دادیم شوز، کارتل و شوز. فقط پیستوناش برای خودشه، بقیه همه عوض شد. پیستوناش هم چون سالم بود و فابریک خودش بود، فرانسوی بود، دیگه عوضشون نکرد. دیدیم از جنسایی که الان تو بازار هستش خیلی بهتره. خلاصه تموم شد دیگه. استارتش هم زدیم و روشن شد و دستتون درد نکنه که نگاه کردید ویدیومونو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب و اینا هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید بچه‌ها. خدا خداحافظ.